اقتصادی ترین تجهیزات تولید محتوای زیر 5 میلیون، البته استاندارد. اولیش میکروفونه، چون خیلی اوقات صدای خوب بهتر از تصویر خوبه. همونطور که شما شاید یک پادکست با کیفیت صدای خوب رو بشنوید ولی یک تصویر با کیفیت بد رو نگاه نکنید. پیشنهاد من به شما میکروفون یقه M1 از برند بویا هست که میتونید به دوربین و گوشی‌های هوشمند متصل و استفاده کنید. مورد بعدی نورپردازیه. اگه صحنه‌تون نور خوبی داشته باشه میتونید با گوشیتون هم تصویر استاندارد و قابل قبولی تهیه کنید. پیشنهاد من به شما کیت 2 شاخه نور 4 لامپی هست که میتونید نور لامپ‌ها رو به طور مجزا کم و زیاد کنید و از اون مهمتر میتونید روی نورها صاف باکس نصب کنید که باعث مدیریت سایه‌ها در صحنه میشه. حالا که نور و صدای خوبی توی صحنمون هست موقع تصویر برداریه، پس چی بهتر از گوشی توی دستتون. فقط یه سپایه سبک و کارآمد می‌خواید. پیشنهاد من به شما سپایه موبایل دیاموند مدل 805 هست که هم تا ارتفاع 190 سانتی متر ارتفاع میگیره و هم قابلیت تی شدن داره. مجموع قیمت این تجهیزات کمتر از 5 میلیون تومان میشه و این ویدیو در اواسط آبان ماه 404 ضبط و منتشر میشه و میتونید تمام این محصولات رو از سایت دیدنگار تهیه کنید. راستی من با گوشی موبایلم و همین ست نورپردازی یک محتوا ساختم. برای اینکه نمونه خروجی کار رو ببینی کلمه کیت رو میتونی کامنت کنی.